برای اولین بار یک نمایشگاه بانکی برگزار می شود. تعداد کثیر از بانک‌های دولتی و خصوصی در اینجا جمع شده. از سال 2005 به دین فعالیت میکنه که خوشبختانه 20 سال میشه که ما خادم مردم هستیم. بسیار زیاد تشکر میکنیم. توفی ناچیز است که باید همیشه پیش آدم باشه. ارزش شما بیشتر است و توفی ناچیز. این برای ما خیلی ارزش داره. تمرکز عمومی ما در بخش سکتور زراعتی، در بخش قرضه های زراعتی داریم. یک زمینه قوی به خاطر حمایت دهاقین عزیز ما و کسایی که فکر و اندیشه سرمایه گذاری دارن ولی سرمایه ندارن. و برای از مزار فعلا ما کود میخریم، 3 نوع کود است، کودهای مختلف است. برای مزار مثلا ما یک مشتری رو امروز که توزیع کردیم خوشبختانه. امروز روز اولش شما فکر میکنید کدام تراکتور هم یک تراکتور هم امروز ما بله برای یک مشتری تقدیم کردیم. ما فعلا 3.3 بیلیون افغانی را زیر چتر مرابط اسلامی سرمایه گذاری کردیم، بالای 41,000 مشتری. این افتخار بسیار بزرگ است که ما داریم. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 31 حمل که مصادف است با 20 اپریل 2025 میلادی که ما و همکار نازنینم امروز با یک سوژه کاملا متفاوت در خدمت شما هستیم. در افغانستان در سمت شمال مزار شریف برای اولین بار یک نمایشگاه بانکی برگزار می شود. تعداد کثیر از بانک‌های دولتی و خصوصی در اینجا جمع شده. حتی وزیر مالیه هم شاید در این نشست اشتراک بکنند که اینا چی نوع خدمات ارائه کرده می توانند. آیا اگر قرضه ارائه می کنند بر مبنای کدام اصول، کدام قوانین اینا برای همشهریای عزیز ما قرضه ارائه می کنند. نوعیت قرضه چگونه است؟ امروز ما چندین بانکی که در این نمایشگاه اشتراک کرده اند همروشان صحبت هم میکنیم و خصوصا شما که یگان وقت از خارج پول ارسال میکنین حیران میمونین که از کدام طریق به افغانستان پول ارسال بکنین، خصوصا به مزار شریف. این موضوع را ما در لابلای برنامه از مسئولین یا مدیران عمومی بانک ها پرسان میکنیم. در پهلوی بانک های خصوصی و دولتی بعضی از صرافی هایی که هم مثلا شاید مثل وسترن یونین و منیگرام یا ایزلوت بعضی چیزا باشند که توانای انتقال پول داشته باشند. به هر صورت ما اول میریم از برنامه رسمی سخنهای وزیر مالیه و بعضی از مقامات رسمی را هم میگیریم و بعد با کسایی که عملا در اینجا در این نمایشگاه اشتراک کردن از اونها هم حتما سوالاتی داریم و پاسخی که ما در جستجوش هستیم برای شما حتما از آنها میگیریم. پس تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. بیننده عزیز، قسمی که در لابلای برنامه براتان اشاره کردیم، امروز نمایشات بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات مالی است که در اولین گزارش شما با مسئولین اکسس افغانستان هستیم. این که همراهشون معرفی شدن که چه وقت میشه که در افغانستان اینا فعالیت دارن، در کدام عرصه و چگونه به شما خدمات ارائه میکنند، بر مبنای کدام اصول و کدام قوانین. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستید؟ برادرم شما خوب هستین؟ خوش آمدید به نمایندگی اکسس افغانستان. سلامت، بسیار زیاد تشکر. بشه خودم معرفی بکنید نامتون؟ قربانتان. اسم من مجیب رحمان شیخانی است. من سمت مدیریت دون شمال اکسس افغانستان را به دوش دارم. شیخانی صاحب مؤسسه اکسس در افغانستان از کدام سال به فعالیت آغاز کرد؟ قربانتان. مؤسسه اکسس افغانستان از سال 2005 به دین فعالیت میکنه که خوشبختانه 20 سال میشه که ما خادم مردم هستیم. خادم کاسبین، مردم
نیازمند اکسس افغانستان. در سرتاسر افغانستان است. ما فعلا در 15 ولایت با شمول ولسوالی‌ها فعالیت داریم که ما 31 نمایندگی داریم. بر فعلا و برنامه توسعه‌ای خود داریم. خوشبختانه ما در یک تعداد ولایات و ولسوالی‌ها فعلا نمایندگی خود در حال باز کردن هستیم. ان شاء الله ما این نوید خوش به اکثرا مردم ما این نوید خود خوش میرسانم که شاید از این باشین که اکسس افغانستان در ولایات و ولسوالی‌های شما میرسه ان شاء الله به خاطر خدمت بشیم. در کدام عرصه بیشتر فعالیت داره؟ ما در مجموع اشخاص افرادی که نیاز دارند به سکتور بانکی ما در خدمتشان هستیم. ما در مجموع همه اقشار را میتونیم ما تحت پوشش قرار بدیم. هیچ کسی هیچ فرد از مردم ما این تک سیستم ما نداریم که نتونن از سیستم بانکی ما مستفید نشوند. خوشبختانه ما تمام اقشار را میتونیم تحت پوشش قرار بدیم. شما مستقیم پول نقد میتونید یا زمینه او که اونا چه مفکوره دارن چه ایده دارن حتما از یک اصول و شرایطی داره؟ با واقعیت سوال بسیار بجا کردین. ما فعلا سیستم مرابی اسلامی را داریم که از نگاه دین ما هیچ مشکلی هم نداره. ما خوشبختانه میتونیم با چارچوکات در دین ما فعالیت‌های خوبتر و اما امکاناتی که مردم ما نیاز دارن برشان فراهم بسازیم. یعنی ما فعلا پول چیزی نداریم ولی جنسی را که مشتری‌ها یا افراد اشخاصی که نیاز دارن ما به دسترسشان قرار میدیم. من مثلا یک دهقان هستم در یکی از ولسوالی‌های دوردست افغانستان زندگی میکنم. میخوام که در بخش زراعت سرمایه‌گذاری بکنم. مثلا میخوام که پیاز بکارم. شما در این راستا برای ما چه خدمات انجام میدید؟ ما به شما وقتی که شما نیاز داشته باشین ما به شما میتونیم تخم اصلاح شده، ما میتونیم بر شما تراکتور، میتونیم بر شما هر چیزی که به خاطر پیشبرد زراعت شما نیاز داشته باشین ما به دست شما قرار میدیم. ما از بازار از عمده فروشا به بیع بسیار پایین خریداری میکنیم. یک مفاد بسیار ناچیز بالایش افزود کرده بس شما بس به فروش میرسانیم. با شما قسطوار رو پرداخت میکنین تا یک اقساط 12 ماه و 24 ماه. تا چند صد هزار افغانی شما میتونید خدمت؟ ما فعلا تا 1,500,000 از طرف نهاد محترم دی افغانستان بانک به ما هدایت داده شده. ما قبلا تا 3,500,000 افغانی را ما سرمایه گذاری میکردیم و فعلا نظر به این که ما زیر چتر دی افغانستان بانک هستیم 1,500,000 است ولی خوشبین هستیم. با همچون کنفرانس‌های و نشست‌هایی که ما با مسئولین محترم دی افغانستان بانک داریم کوشش میکنیم که یک چیز سهولت بیشتر به مردم خود ایجاد کنیم. یک سوال در کل دستاورد چند سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دستاورد خودتان؟ واقعا ما همیشه دستاورد قابل ملاحظه به خود ما بوده. ما فعلا 3.3 بیلیون افغانی را زیر چتر مرابی اسلامی سرمایه گذاری کردیم بالای 41,000 مشتری. این افتخار بسیار بزرگ است که ما داریم. با این 41,000 مشتری از ولسوالی‌ها هم است؟ در مجموع در 15 ولایتی که ما فعالیت داریم به شمول ولسوالی‌هاش. بسیار تشکر. قربانتان. سلامت باشین. خوش آمدید. موفقیت براتون آرزو می‌کنم. بخیر باشید. سلامت باشید. بینندگان اساسی اینجا یک غرفه کوچک به نام حاصل یکی از همصنفی‌های عزیز در اینجا مسئولیت داره. بعد از مدت‌ها در این نمایشگاه دیدیم. خیلی خوش هستم، خرسند هستم، همراهشون معرفی میشم، ما خواهم میشناسم. بهتر است که شما هم با نام جناب آشنا شدید. سلام علیکم. السلام علیکم. حساب سایش. خوب هستین؟ احترامات خوب هستین؟ بخیر هستین؟ عافیت دارید؟ من استاد شما اجازه است؟ بفرمایید. سلامت. بسیار تشکر. بعد از مدت‌ها با شما می‌بینم. بله بله. 4-5 سال شد. 4-5 سال شد. خوب هستین حساب سایش؟ بخیر هستین؟ همصنفی ما در پانتون شخصی بود. من شما را میشناسم. میشه با هموطنان اسم معرفی بکنید؟ عبدالغفار فضلی هستم. فضلی تخلص میکنم. یکی از کارمندای دفتر حاصل که البته از دفتر EDF ما به حساب دونر ماست. ما توسط حمایه دفتر EDF این برنامه حاصل آغاز کردیم. چه وقت میشه؟ و تقریبا یک 3 ماه میشه که ما جواز گرفتیم از افغانستان بانک و فعلا امروز اولین توزیع داشتیم در سمت شمال و قسمی که شما در برنامه هم دیدین اولین توزیع را ما در مشتری خود داشتیم و پروداکت ما مرابحه بود که در تمام تالار مشاهده کردیم که ما توزیع داشتیم. تمرکز عمده شما یا فوکس عمده شما سر چی است؟ از ما که است تمرکز عمومی ما در بخش سکتور زراعتی، در بخش
قرضه های زراعتی داریم که یک کمک و یک همکاری بسیار بزرگ است به خاطر طبقه دهقان ما و ما زیر چتر وزارت زراعت کار میکنیم و ما به حساب یک همکاری بزرگ و وسیع در ارتباط به دیاقین انجام دادیم. فکر کنین من یک دهقان هستم در یکی از ولسوالی های افغانستان زندگی میکنم و قرار است که مثلا کچالو بکارم، به شما مراجعه میکنم، شما به ما چه خدماتی ارائه میکنید؟ ما امی جنسی که شما نیاز دارین ما میتونیم بر شما را آماده بکنیم. خود جنس شما میخرید؟ جنس ما میخریم، بله. یعنی پول نقد شما نمیتین؟ نه خیر نه، چرا که از ما مرابح هست، فقط در مقابل جنسی خدمات ما ارائه میکنیم. جنس میخریم از مشتری، از سپلایر، دوباره این میره با یک مفاد بالای مشتری ما ایرا به حساب میفروشیم. با شما پس جنس میگیرین از جانب خود یا باز پول نقد؟ نه خیر نه، پس دوباره میره به اقساط مختلف تقسیم میکنیم، ما پس دوباره پولش میگیریم. مثلا به چند ماه تقسیم میکنیم؟ او فرق میکنه. ما سیستم ما 12 ماه هم از 18 ماه هم داریم، 24 ماه هم داریم و 36 ماه هم داریم. به اقساط مختلف ما میتونیم نظر به فصل برداشت دهقان ما هم تقسیم اوقات آماده میسازیم و از مشتری خود همین پول پس دوباره زمان برداشت حاصلشان میتونیم بگیریم. من دهقان چی چیز را من حیث تضمین باید به شما ارائه بکنم؟ میتونین مثلا یک دکانداری که صاحب جواز و تذکره باشه میتونین بر ما به تضمین بگذاریم. این اصولش هست؟ این اصولش هست. امروز روز اولش بود که شما فکر میکنید کدام تراکتور هم یک تراکتور هم امروز ما بله بر یک مشتری تقدیم کردیم به شکل مرابحه، به شکل 2 ساله و قسمی که شما دیدین اونم برشان در تالار برشان پیشکش کردیم. بله دیدیم. و معیار مشخص چقدر است؟ از چند تا چند مثلا شما میتونید بگید؟ ما معیار مشخص ما از 200,000 افغانی شروع میشه الا 1,500,000. الا 1,500,000 افغانی. 15 افغانی. 15 افغانی. اگر شما تصمیم سرمایه گذاری یا دهقانکاری را داشته باشین، خصوصا اگر باید تجربه به نظر ما داشته باشن، 1 سال 2 سال باید تجربه کاری داشته باشن. بله. غفار جان بسیار زیاد تشکر. یک چیز اضافه کنم. بفرمایید. خب است شما بخیر است. میشنویم. برای آینده انشالله که پلان هست، برای آینده بسیار نزدیک که محصولات ما بخیر از 20,000 افغانی شروع شود الی 1,500,000. دیگه برای فعلا که آغاز کار است، آغاز کار ما با 200,000 افغانی برای یک مدت کوتاهی شروع کردیم و انشالله با مدت بسیار کوتاهی که در آینده ما بتونیم از 20,000 افغانی شروع کنیم. هر کسی که در بخش زراعت هر نوع فعالیتی داشته باشه در ولایت‌های مختلف، مثلا طرف بامیان ما کچالو است. محصولات کچالو. بله. سرپل مثلا پیاز است. سرپل پیاز است. مثلا طرفای ولایت هرات که است اونجا زیادترش انگور است که اونا میگن زیادتر از 100 نوع انگور ما کشت میکنیم سالانه. و برای مزار فعلا ما کود میخریم، 3 نوع کود است، کودهای مختلف است. برای مزار مثلا ما یک مشتری رو امروز که توزیع کردیم خوشبختانه تراکتور برشان خریدیم 1,400,000 افغانی. دیگه ما میخوایم که هدف اصلی خود حاصل ای است که همیشه رئیس ما هم میگن شما باید به این فکر و مفکوره باشین که یک دهقانی که بسیار در یک جای دوردست در یک ولسوالی هست، شب او سر دسترخوان خود نان داره یا نه. باید سر دسترخوان از اونا شما فکر کنین که باید بر زور محصول را برسانین که اونا بتانن از طریق از او رشد کنن. و ما هم هدف ما دسترخوان خود دهقان است که باید او رشد کنه، کاربارش تا دسترخوان از او رونق پیدا کنه. بسیار زیاد تشکر. موفقیت براتون آرزو میکنم. سلامت باشید. بخیر باشید. بخیر. بسیار زیاد تشکر هستم. بخیر باشید. سلامت. بخیر باشید. بخیر باشید. بسیار ناچیز، برگ سبز، توفی درویش. خب
از توفیق شما بسیار زیاد تشکر میکنیم. توفیق ناچیز است که باید همیشه پیش آدم باشه. ارزش شما بیشتر است و توفیق ناچیز. این برای ما خیلی ارزش داره. قربانتان. معنویاتش خیلی زیاد است. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. بخیر. بیننده عزیز، از همه‌تان تشکر میکنم. این اولین نمایشگاه بانکی در سطح افغانستان اگر بگم یا در سطح مزار شریف، در 10 سال که ما در مزار شریف زندگی میکنیم اولین بار است که همچین یک نمایشگاه را میبینیم و سهولت ها خیلی ایجاد شده. امیدوار هستم که یک زمینه قوی به خاطر حمایت دهاقین عزیز ما و کسایی که فکر و اندیشه سرمایه گذاری دارن ولی سرمایه ندارن که نمی بانک ها از اونا حمایت بکنه و اونا بتواند که هم برای خود فایده برساند، هم برای دیگران زمینه کار فراهم بسازه و هم احتیاج به مهاجرت از وطن عزیز ما افغانستان نشود. هر زمانی که در مزاروتل سر میزنم و نمای مزاروتل میبینم خیلی خوش میشم. امیدوار هستم که چندین نماها همچون یک نماهای تجاری مثل مزاروتل ساخته شود. در این روزا تمرکز و فوکس کاملا سر هتل‌های عروسی است. بین این پیسه‌ای که سر هتل‌های عروسی سرمایه گذاری میکنین به یک جای سرمایه گذاری بکنیم که برای آینده افغانستان فایده برساند، سود برساند. از اینجا هم نمای دروازه بلخ بسیار واضح دیده میشه و اونجا اسکرین کلان نصب شده. عامل نشرات دارن ولی فکر میکنم که اجری میکنن چی بالا پشت سر لحظه کارمنداش ترمیم کرده است. چند تصویرم همکارم از اینجا برای شما میگیرم. ما هم با شما خداحافظی میکنیم. هر پیشنهاد و انتقاد داشتین من از یک بیادر کوچک در خدمتتان هستیم و ویو هم بسیار کم شده. کامنت هایتان هم میخوانیم. همیشه از کسایی که کامنت ارائه میکنند از فیضی صاحب و قادری و بیبی جان از شما یک تشکری ویژه باید بکنم. شما همیشه با ما بودیم. از همه‌تون تشکر میکنم. یگان وقت باز کامنت هایی را که میخوانم نام بعضی از هموطنان عزیز معمول از فراموش میشه. باز هر چی که ذهن در کار بندازیم در ذهن نمیه. ما پوزش میخوایم. تا برنامه فردا، بدرود.